بخش هفتم کتاب مکتب دیکتاتورها، نوشته اینیاتسیو سیلونه، ترجمه مهدی سحابی، با صدای سورنا آریا. آقای دبلیو: در بوینس آیرس شنیدم که دروزاس، دیکتاتور معروف آرژانتین، در این زمینه نبوغ و خلاقیت هنرمندانه ای از خودش نشان می‌داده است. مثلا یک روز صبح در خیابان‌های شهر عده‌ای با ظاهر میوه فروش دوره‌گرد ظاهر می‌شدند و به صدای بلند داد می‌زدند: هلوی تازه! و وقتی کسانی برای خرید میوه به آنها مراجعه می‌کردند، پارچه ای را که روی سبدهایشان بود کنار می‌زدند و سرهای بریده ای را که هنوز از آن خون می‌چکید به مشتری‌ها نشان می‌دادند. گویا همین دروزاس تشریفات غذایی را خیلی ساده کرده بود. خود او به کیفرخواست‌ها و ادعانامه‌ها رسیدگی می‌کرده، اما بدون آنکه وقت خود را با خواندن آنها تلف کند. در حاشیه هر کدام از آنها فقط یک کلمه می نوشته: چاقو یا گلوله، و به این ترتیب به دلخواه خود نحوه اعدام همه محکومان را مشخص می کرده است. تومازو کلبی: همین دروزاس با کمال افتخار خود را احیا کننده قانون می نامید و شماری که طرفداران او به طور دست جمعی فریاد می زدند این بود: زنده باد فدراسیون مقدس و مرگ بر وحدت طلبان کثیف وحشی. امروزه همه از خشونت‌های او ابراز انزجار می کنند، اما تا زمانی که قدرت را در دست داشت کشیش‌هایی بودند که در کلیساهای بوینس آیرس برای او سرود افتخار می خواندند. اما این نقطه ضعف فقط مختص کشیش‌ها نیست. خشونت دشمنان طبیعتاً به نظر ما وحشیانه و رذیلانه و غیر انسانی جلوه می کند. اما خشونت دوستانمان حتی در زمانی که دقیقاً به همان شکل ارتکاب می شود به نظرمان قهرمانانه و شجاعانه و ایدئالیستی می رسد. به نظر من هیچ چیز احمقانه تر از اصطلاحات وحشت سفید، وحشت سرخ و وحشت سیاه نیست. چهره توده های مرعوب رنگی به خود میگیرد که دیگر هیچ رابطه ای با سیاست ندارد. آقای دبلیو: بدون شک جنگ داخلی جدایی میان توده ها و اقلیت شرکت کننده در جنگ را تشدید می کند. آنچه شما میگویید فقط زمانی درست است که از نقطه نظر توده ها به مسئله توجه شود. پروفسور پیکاپ: اما تاریخچه جنبش کارگری نشان می‌دهد که تا همین 40-50 سال پیش در میان توده های مردم افراد جسوری پیدا می‌شدند که نسبت به حکام و پادشاهان سوء قصد می‌کردند و همچنین گروه‌هایی بودند که به اعتصاب‌های کارگری جنبه خشونت‌آمیز می‌دادند. حال آقای کلبی، به نظر شما چرا توده این پویایی و تحرک فکری را از دست داده است؟ تومازو کلبی: شاید این یکی از پیامدهای گسترش صنایع بزرگ باشد. کارگری که از پیشه‌وری و از کار در کارگاه‌های کوچک به کارخانه بزرگ انتقال می‌یابد، در جریان این انتقال دستخوش تحولی قابل ملاحظه می‌شود. در عین حال که افق فکریش وسیع‌تر و شعور طبقاتیش حادتر می‌شود، تمایل به آزادی و آمادگی فعالیت فردی را از دست می‌دهد. کارگر کارخانه‌های بزرگ با سهولت بیشتری می‌تواند در اقدامات دست جمعی از خود قدرت و شهامت نشان دهد، اما معمولاً برای فعالیت در گروهی کوچک یا به صورت انفرادی آمادگی ندارد. در دهه‌های آخر قرن گذشته و در اولین سالهای قرن حاضر در کشورهای مختلف و از جمله کشور خودتان
سوء قصدهای سندیکایی آنارشیستی متعددی صورت می گرفت که اگر تاریخچه آنها را بررسی کنید متوجه می شوید که عاملان آنها پیشوران و روشنفکران دانشجو و دهقانان بودند. اگر اتفاقاً کارگر کارخانه‌ای در میان آنها باشد، احتمالاً کارگری است که قبلاً دهقان یا پیشور بوده است. کارگر کارخانه بزرگ نمونه کامل انسان توده است. بنابراین اتفاقی نبود که در مناطق و شهرهایی از ایتالیا که فاقد صنایع بزرگند و کارگران معمولاً در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، فاشیسم با مقاومت مسلحانه روبرو شود و بیشترین تلفات را در آنجا داد. در همین زمینه می توانید واکنش متفاوت کارگران اسپانیایی و کارگران آلمانی نسبت به فاشیسم را با هم مقایسه کنید. تفاوت روحیه ملی در هر کشور فقط تا اندازه‌ای می تواند تفاوت واکنش مردم در برابر حمله دشمن را توجیه کند. گسترش صنایع بزرگ به نحو قابل ملاحظه‌ای در تشدید گرایش مردم آلمان و از جمله کارگران آن به حرکت‌های توده‌ای مؤثر بوده است. مبارزه میان حزب‌ها عمدتاً مبارزه دستگاه‌های حزبی است و ابتکار فردی در آن کوچکترین نقشی ندارد. عامل دیگری که سرگشتگی کارگران آلمان و دیگر کشورها را در برابر تروریسم فاشیستی سالهای پس از جنگ اول توجیه می‌کند، این است که بسیاری از این کارگران که به کار در کارخانه‌های مهمات سازی و فعالیت در حمل و نقل و دیگر رشته‌های اساسی اشتغال داشتند، از رفتن به جبهه معاف شدند. همین گروه‌های شرکت نکرده در جنگ بودند که قوی‌ترین کادرهای سازمان‌های کارگری پس از جنگ را تشکیل می‌دادند. گرچه این عده در عقاید افراطی خود پافشاری می‌کردند، اما عدم شرکتشان در جنگ میان آنها و فاشیست‌ها فاصله می‌انداخت. به نظر می‌رسید که انسان‌هایی از دو نژاد متفاوت باشند. در فوریه 1920 در میلان موسولینی برای جواب دادن به اتهاماتی که 2 نفر از دبیران سابق روزنامه‌اش به او وارد کرده بودند، در برابر یک هیئت منصفه ظاهر شد. از جمله اتهامات او این بود که دسته‌های تروریستی تشکیل داده است. عناصر مزدوری را برای شرکت در این دسته‌ها از فیومه و دیگر شهرهای ایتالیا فراخوانده است. دستمزد روزانه‌ای معادل 30 لیر گذشته از بازپرداخت کلیه هزینه‌ها برای آنان تعیین کرده است و آنها را برای ارعاب و اعمال خشونت سازماندهی کرده است. موسولینی این اتهام را پذیرفت و خطاب به هیئت منصفه گفت: مجموعاً چند صد نفری بیشتر نبودند. به دسته‌های متعددی تقسیم شده بودند که فرمانده هر کدامشان افسری بود. و البته همه از من فرمان می‌بردند. می شود گفت که من فرمانده این ارتش کوچک بودم. بنابراین تنها در شهر میلان چند صد نفر از این مزدوران وجود داشتند که در گروه‌های 3 نفری می گشتند و از صبح تا شب کارشان فقط این بود که مخالفان را زیر نظر بگیرند، کتکشان بزنند، سوء قصدهایی را تدارک ببینند و اجرا کنند. و برای این کارها دستمزد می گرفتند و پلیس مسئولیت آنها را تضمین می کرد. تفاوت ترکیب اجتماعی و ویژگی‌های روانی هر کدام از این نیروها موجب می شد که برای تعرض و دفاع از خود هم روش‌های متفاوتی را در پیش بگیرند. و روشن شد که برتری با روش فاشیست هاست. در برابر هر کدام از سوء قصدهای فاشیستی، سازمانهای کارگری با برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز یا اعتصاب‌های عمومی محلی واکنش نشان می‌دادند. این اعتصاب‌ها و تظاهرات طبعاً مشکلات زیادی را برای مقامات و مردم به وجود می‌آورد، اما هیچ مشکلی را متوجه فاشیست‌ها نمی‌کرد.
نابسامانی ناشی از اعتصاب‌های سیاسی مکرر سرانجام موجب شد که محبوبیت سازمان‌های کارگری در میان قشرهای روزافزونی از مردم فروکش کند. روحیه خود کارگران هم سرد میشد و تعداد اعتصاب کنندگان دائما کاهش می‌یافت. اینجا هم باید اضافه کرد که در هر کجا که نیروهای ضد فاشیست برای مقابله رویارو با فاشیست‌ها دسته‌هایی تشکیل می‌دادند و مسلح می‌شدند، پلیس فوراً دست به کار می‌شد آنها را خلع سلاح و دستگیر و محاکمه می‌کرد. در نتیجه هنگامی که فاشیست‌ها سوء قصدهای فردی را کنار گذاشتند و شیوه هجوم دست جمعی و گسترده را در پیش گرفتند، توده‌ای که مورد حمله آنها قرار می‌گرفت اغلب توان هیچ کاری را نداشت و رزمنده‌ترین عناصر آن از پیش تصفیه شده بودند. به این صورت فاشیست‌ها فرصت می‌یافتند که به سهولت دست به کارهای قهرمانانه بزنند. همگام با گسترش نفوذ فاشیسم، پشتیبانی مقامات نظامی از آن هرچه علنی‌تر و مستقیم‌تر شد، به صورتی که دسته‌های فاشیستی به راحتی می‌توانستند اسلحه خود را تأمین کنند و با استفاده از راه آهن و کامیون‌های ویژه گروه‌های وسیعی را از مناطقی به منطقه دیگر ببرند. ده‌ها هزار نفر را مسلح و بسیج کنند و به آخرین شهرهایی که مخالفانشان هنوز می‌توانستند در آنها آزادانه گرد هم آیند و روزنامه منتشر کنند یورش ببرند. آقای دبلیو، آیا درست است که در میان دسته‌های فاشیستی و نازی عده کسانی که قبلا کمونیست بودند کم نبود؟ تومازو کلبی: در ایتالیا اینطور نبود. تعداد کمونیست‌های ایتالیایی که به فاشیسم پیوستند بسیار نادر و پراکنده بود، چون موسولینی در سال 1922 به قدرت رسید و کمونیسم ایتالیا که در آن زمان فقط 1 سال از عمرش می‌گذشت، با آنکه به شدت از جنگ داخلی ضربه خورده بود، هنوز با بحران‌های درونی فرساینده‌ای که بعدها انتظارش را می‌کشید روبرو نشده بود. برعکس در آلمان بین سالهای 1930 و 33 گروه‌هایی از سازمان نظامی کمونیست به طور یکپارچه و به اصطلاح با اسلحه و بار و بنه به دسته‌های نازی پیوستند. اما برای درک این پدیده اشاره هرچند گذرا به چگونگی تحول سیاسی آن لازم است. الان با بررسی سیاستی که انترناسیونال کمونیسم تا سال 1933 در آلمان اعمال می‌کرد، ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که این سیاست کمک بسیار لازم و پرارزشی را در اختیار هیتلر گذاشته تا بتواند به پیروزی برسد. در سالهای 1926 تا 1929 در گرماگرم بهبود فعالیت‌های اقتصادی، انترناسیونالیست کمونیست حکم کرد که جامعه سرمایه‌داری وارد 3مین مرحله بحران کشنده خود شده است، یعنی مرحله شورش‌های کارگری و انقلاب‌های تازه‌ای که در جریان آن فعالیت حزب‌های کمونیست باید بر تدارک اعتصاب‌های عمومی و مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا متمرکز باشد، در حالی که در کشورهای دیگر نوسان‌های مکرر موضع‌گیری سیاسی اینترناسیونال کمونیست صرفاً در روزنامه‌ها بازتاب می‌یافت. در آلمان وضع به این سادگی نبود، چون این کشور در آن زمان حالت میدانی را داشت که تاکتیک‌های مسکو در آن به آزمایش گذاشته می‌شد. تئوری جنون‌آمیز مرحله 3 و دوره تازه ائتلاع انقلابی که بلافاصله پس از آن باید از راه می‌رسید، حزب کمونیست آلمان را واداشت که فعالیت پرشوری را برای برانگیختن حرکت‌های آشکار و پرسر و صدای انقلابی شروع کند. از آنجا که کارگران کارخانه‌ها علاقه‌ای به این حرکات نشان نمی‌دادند، حزب کمونیست با استفاده از شیوه‌های خاص خود به بسیج کارگران بیکار پرداخت. نظریه پردازان حزب ظاهراً برای تنبیه کارگران شاغلی که با این تاکتیک تازه مخالفت نشان می‌دادند، چنین حکم کردند که در عصر تازه فقط کارگران بیکار نماینده نیروی محرک انقلابند و کارگرانی که به کار اشتغال دارند باید به عنوان جزء لاینفک طبقه‌ای به اصطلاح اشراف کارگری تلقی شوند. بنابراین
سازمان نظامی حزب همه کوشش خود را صرف برانگیختن تظاهرات بلبداهه کارگران بیکار و راهپیمایی توده‌های گرسنه کرد و استراتژی جامعی را برای ایجاد درگیری‌های بلبداهه میان بیکاران و پلیس که در آن زمان تحت فرماندهی مقامات سوسیال دموکرات بود تدوین کرد. اکتبر، نشریه سیاسی نظامی حزب این درگیری‌های ساختگی را جمع‌بندی و تحلیل می‌کرد و از تجربیات آن قواعد تازه‌ای را بیرون می‌کشید و آموزش‌های فنی دقیق و مفصلی را درباره فن به وجود آوردن تظاهرات بلبداهه عرضه کرد. چگونگی خلع سلاح مأموران تنها، چگونگی جلوگیری از حرکت کامیون نیروهای کمکی پلیس و چیزهایی از این قبیل. شعاری که از حزب کمونیست برای مبارزه با دسته‌های نازی مطرح کرده بود این بود: فاشیست ها را در هر کجا که دیدید بزنید. روزی نبود که در روزنامه ها خبری از برخوردهای خونین میان دو دسته‌بندی نظامی به آتش کشیده شدن دفترها و هجوم گروه‌های مسلح به تظاهرات حزب مخالف درج نشده باشد. این تاکتیک با غارت بلبداهه مغازه‌های خاربار فروشی به دست گروه‌های بیکار به اوج تکامل رسید. از نقطه نظر کمونیستی هیچ کدام از این کارها چندان قابل انتقاد نبود اگر تئوری معروف مرحله سوم درست از آب در می آمد و بیکاران از بیش پشتیبانی فعالانه کارگران کارخانه ها و همراهی دیگر قشرهای توده‌ای برخوردار می شدند. اما نتیجه‌ای که حاصل شد برای حزب کمونیست و برای دموکراسی آلمان فاجعه آمیز بود. هنگامی که بحران اقتصادی آلمان شروع شد، کمونیسم نه تنها در میان کارگران شاغل بلکه در بین اکثریت بیکاران هم منزوی شده بود. بیکارانی که از تحقق نیافتن انقلابی که گفته میشد به زودی از راه میرسد سرخورده و مایوس شده بودند. در سال 1930 حزب کمونیست آلمان مواضع سیاسی خود را یک بار دیگر تغییر داد تا شاید بتواند شکست‌های خود را جبران کند. تاکتیک ایجاد درگیری به شدت محکوم شد و حزب دوباره به کار سیاسی روی آورد تا بتواند در انتخابات آرای هرچه بیشتری از توده‌های مردم و از جمله آرای طبقات اشراف کارگری را که ارزشی برایش قائل نبود به دست آورد. در این زمان بود که بخش‌های متعددی از سازمان نظامی حزب به طور یکپارچه به نازیسم پیوستند و به زودی با سازماندهی حمله‌های بلبداهه به دفترها و گردهمایی‌های حزب سابق خود افتخاری بر افتخارهای گذشته‌شان افزودند. در واقع اهالی برلن یک روز با کمال تعجب دیدند که گروه‌هایی با دسته‌بندی ویژه کمونیست‌ها اما با اونیفرم قهوه‌ای نازی در خیابان‌ها رژه می‌روند. در شمال آلمان مشکل میشد یک عضو دسته‌های نازی را پیدا کرد که عضو سابق حزب کمونیست نباشد. اما تاکتیک بعدی این حزب تسهیلات تازه‌ای در اختیار نازیسم گذاشت تا بتواند عناصر کارگری را هم به طرف خود جلب کند. شعارهای تازه پیشنهادی مسکو این بود: با سوسیال فاشیسم مبارزه کنید. این عنوانی بود که به سوسیال دموکراسی و جنبش سندیکایی اصلاح طلب داده میشد. اول باید سوسیال دموکراسی را نابود کرد و بعد به سراغ فاشیسم رفت. حزب کمونیست آلمان دست به کار شد تا از رخنه نازیسم به درون صفوف کارگری جلوگیری کند و در این راه به رقابت با نازیها در زمینه عوام فریبی میهن پرستانه پرداخت. خواستار الغای پیمان ورسای، توضیح این که پیمانی که در کاخی با همین نام ورسای در فرانسه بسته شد و به موجب آن جنگ اول بین الملل پایان یافت و عدم اجرای طرح یانگ، توضیح این که طرحی که در سال 1929 تحت ریاست دی یانگ بانکدار آمریکایی تهیه شد و به چگونگی بازپرداخت غرامت‌های جنگی توسط آلمان مربوط می‌شد.
شد و حتی دست به کاری زد که هیتلر هم جرأت آن را نداشت. یعنی خواستار خروج نیروهای اشغالگر ایتالیایی از تیرول جنوبی شد. مواردی هم پیش آمد که تشابه فرمول‌های سیاسی هر دو دسته به همکاری برادرانه آنها در زمینه عملی منتهی شد. یکی از این همکاری‌های مشترک در جریان همه پرسی علیه دولت سوسیال دموکرات پروس بود. این همه پرسی در آغاز ابتکار نازی‌ها بود و کمونیست‌ها با آن مخالفت کردند و پیشنهاد برپایی آن را عوان پریبی خواندند. اما بعد به دستور مسکو از آن پشتیبانی کردند و برای توجیه این شیوه عمل خود این اصل را پیش کشیدند که برای سرکوب فاشیسم باید پیش از هر کاری از روی لاشه متعفن دموکراسی گذشت. در جریان این همکاری گاه دیده میشد که گروه‌های کمونیست هماهنگ و همزمان با دسته‌های نازی در خیابان‌ها و محوطه ساختمان‌های بزرگ کارگرنشین حضور می‌یابند و به طور دست جمعی مردم را به رأی دادن علیه دولت سوسیال دموکرات دعوت می‌کنند. یکی دیگر از موارد همبستگی برادرانه کمونیست‌های آلمانی و نازی‌ها در جریان اعتصاب بزرگ کارگران حمل و نقل برلین در سال 1932 بود که هر دو دسته فعالانه در آن شرکت کردند. بعد از این ماجرا نازی‌ها می توانستند آزادانه در محله‌های کارگری رفت و آمد کنند و به نظر رسید فاصله‌ای که زمانی میان پرولتاریا و نازیسم وجود داشت و آنها را به صورت دو نیروی آشتی پذیر در می آورد از بین رفته است. این باور که انهدام نهادهای دموکراتیک حتی به دست فاشیسم خود به خود به نفع آرمان کمونیسم است چنان در ذهن پیروان مسکو ریشه دوانیده بود که در اوایل سال 1933 هنگامی که هیتلر به قدرت رسید مطبوعات کمونیستی در اولین واکنش‌های خود این رویداد را قدم بزرگی به سوی پیروزی نهایی پرولتاریا خواندند و از مفهوم واقعی آن یعنی شکست بزرگ خودشان حرفی نزدند. آقای دبلیو: حیف، واقعا حیف که حزب کمونیست آمریکا اینقدر ضعیف است. اگر به جای وقت تلف کردن در روم و برلین به مسکو رفته بودیم احتمالاً می توانستیم استالین را متقاعد کنیم که کمونیسم آمریکایی را فعال کند. چطور می توانم مدعی نجات آمریکا از خطر بولشویسم بشوم در حالی که چنین خطری اصلا وجود ندارد؟ تومازوی کلبی: برای ضربه زدن به ابرقدرت رقیب روسیه چاره دیگری غیر از کمک به حزب کمونیست آمریکا نداشته باشد. مطمئن باشید او آدمی است که اگر بداند اقدامات شما به موفقیتی میرسد بدون هیچ ملاحظه‌ای و البته با احتیاط لازم به شما کمک میکند. آقای دبلیو: باز تکرار میکنم که گسترش فاشیسم در آمریکا بیش از آن که به روبل احتیاج داشته باشد به یک حزب کمونیست خوب به سبک آلمانی نیازمند است. پروفسور پیکاپ: باز هم می‌خواهید به این گفتگوی زننده ادامه بدهید؟ آقای دبلیو: نه، در حضور تو نه. پیش از این درباره چه بحث می‌کردیم؟ تومازوی کلبی: درباره لزوم پشتیبانی نظامیان در لحظه مناسب. آقای دبلیو: درست است، اما این امکان وجود ندارد که بعداً در یک موقعیت نامناسب سر مرا زیر آب کنند و خودشان جای مرا بگیرند. تومازوی کلبی: چرا؟ البته بلافاصله پس از پیروزی یک مبارزه باید مواظب متحدان خود باشید. بنابراین بد نیست اشاره مختصری به خطر کودتای نظامی بکنیم. به نظر من کودتای نظامی را نباید با رژیم‌های دیکتاتوری خاص دوران خودمان یکی بدانیم. وقوع شورش نظامی در یک کشور پیشرفته نامحتمل است. اولین عامل جلوگیرنده از چنین شورشی این است که چندگانگی گرایش‌های سیاسی موجود در کشور در ارتش هم بازتاب می‌یابد. در نتیجه این خطر وجود دارد که دسته‌بندی‌های نظامی علیه یکدیگر شورش کنند. از این گذشته
دیکتاتوری نظامی توانایی آن را ندارد که برای مشکلات سیاسی و نظامی که منشأ خود ناآرامی اند چاره‌ای هر چند موقت ارائه کند. یک چنین دیکتاتوری صرفاً میتواند این کاربرد منفی را داشته باشد که مبارزه میان حزبها را متوقف کند و منتظر بماند که آرامش دوباره بر کشور حاکم شود و رژیم پیشین بر سر کار برگردد و این کاربردی محافظه‌کارانه و میان روانه است. اما اگر برخورد میان سیاستمداران فقط جنبه شخصی نداشته باشد و مشکلات وخیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کار باشد، دیکتاتوری نظامی به هیچ دردی نمیخورد. چون این رژیمی نمیتواند حتی به راه حل‌های ظاهری که فاشیسم به آن افتخار میکند متوسل شود. در شرایط اضطراری نظامیان می توانند با اعلام قانونی حکومت نظامی قدرت را از دست غیر نظامیان بگیرند. اما این یک اقدام محدود است که نباید آن را با کودتا اشتباه گرفت. برعکس، گاهی حتی برای مقابله با کودتا به چنین اقدامی دست زده می شود. در مقابل، وقوع دیکتاتوری نظامی در کشوری که از نظر اجتماعی عقب مانده است، محتمل تر به نظر می رسد. یعنی کشوری که در آن یک بورژوازی امروزی به معنی واقعی کلمه وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد ضعیف و سازمان نیافته است و به دسته‌های متفاوتی با منافع خاص خودشان تقسیم شده و در عین حال عناصر قابل ملاحظه‌ای از دوره فئودالی هنوز وجود دارد. در چنین کشورهایی ارتش قوی‌ترین ارگانیسم سیاسی موجود را تشکیل می‌دهد. تنها ارگانیسم تمرکز یافته‌ای که شاخه‌های آن در سراسر کشور گسترش یافته است. در شرایط بی‌نظمی و ناتوانی، سیاستمداران قدیمی ارتش می‌تواند به صورت تنها مانع در برابر موج به اصطلاح هرج و مرج توده‌ها و فساد سیاستمداران جلوه کند. در چنین شرایطی کودتای نظامی از بسیاری جنبه‌ها به یک انقلاب درباری شباهت پیدا می‌کند. یکی از این موارد شباهت این است که هر دو این تحولات به طور پنهانی تدارک دیده می‌شود و به سرعت و سهولت به اجرا در می‌آید. تنها خطری که برای برپا کنندگان یک شورش نظامی وجود دارد، حسادت احتمالی ژنرال‌های رقیب است. وگرنه حزب‌های سیاسی قدیمی خطر چندانی ندارند. یک پیام تلفنی از پادگان نزدیک مقر حزب کافی است تا این حزب‌ها سر عقل بیایند. آقای دبلیو، این یک طرح کلی است که جزئیات آن باید در هر کشوری مطابق شرایط همان کشور تعیین شود. تومازو کلبی: بنابراین به سراغ شرایطی برویم که در آن نقش نظامیان سیاستمدار فقط این است که به استقرار یک رژیم دیکتاتوری در کشور کمک کنند. به همان دلایلی که گفتیم، این تغییر رژیم فقط توسط یک حزب میتواند عملی شود. حتی اگر حزبی مشخصات استثنایی خاص خودش باشد، این حزب دست کم به کمک بخشی از افسران ارشد ارتش احتیاج خواهد داشت. اما این عده باید تا اندازه‌ای احتیاط به خرج دهند و تنها زمانی جرأت پشتیبانی علنی از دیکتاتور آینده را خواهند داشت که پیروزی او در مبارزه به نظر قطعی برسد. از آنجا که شما آمریکای شمالی و نه آمریکای جنوبی را به عنوان صحنه فعالیت خودتان انتخاب کرده اید، نباید چندان بترسید از اینکه ژنرالی حکومت را از دست شما بگیرد و البته امید چندانی هم نباید داشته باشید که ژنرالی چندین هنگ ارتش در اختیارتان بگذارد. فقط می توانید از توصیه ها و اطلاعات چنین ژنرالی برخوردار شوید. ممکن است بتوانید مقداری اسلحه به عنوان هدیه دریافت کنید. سلاح‌هایی که ناپدید شدنشان از زرادخانه به عنوان دستبرد عده‌ای ناشناس رفع و رجوع خواهد شد. حتی ممکن است
بسیاری از نظامیان به طور فردی به شما بپیوندند و تربیت گروه‌های تروریستی را به عهده بگیرند. اما به بیشتر از این نباید امیدوار باشید. پروفسور پیکاپ: بالاخره قبول کردید که رفتار ایدئالیستی هم میتواند وجود داشته باشد. خواهش میکنم این گفته خودتان را پس نگیرید. تومازو کلبی: قبول. این ارفاق رو هم به شما میکنم. اما برای اینکه مسئله روشن باشد باید یادآوری کنم که رابطه نظامیان و فاشیست ها را نباید شبیه رابطه صدقه دهنده و گیرنده آنها دانست. رابطه آنها بسیار پیچیده تر از این هاست. نظامیان ایتالیایی که بهترین کمک را به پیدایش فاشیسم کردند، با مشاهده اینکه این جنبش از چه طریق و با یاری چه عناصری به سوی کسب قدرت می رود و چه اشتهایی برای آن نشان می دهد، نسبت به آن زنین شدند. علیرغم ادامه همکاری نظامیان با فاشیسم، به زودی رابطه‌ای سرشار از سوء ظن متقابل میان آنها برقرار شد. سوء ظنی که میتوان گفت هرگز از بین نرفته است. از طرف دیگر قصد هیتلر در زمان پایه‌گذاری نازیسم این بود که پا جای پای ارتش رایش بگذارد و به نوعی مسئول تبلیغات و مشاور سیاسی آن می شود. اما به پشتگرمی موفقیت‌های اولیه‌ای که به دست آورد کوشید راه خود را دنبال کند و ارتش را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد و به دنبال روی از خودش وادارد. ولی به شدت اشتباه کرده بود و ارتش پشتیبانی از او را نپذیرفت. در نتیجه کودتاهای اول مه و 9 نوامبر 1923 به طرز افتضاح آمیزی شکست خورد و حتی هیتلر را به فکر خودکشی انداخت. پروفسور پیکاپ: این اختلاف هایی که شما میگویید به نظر من بیشتر ناشی از تفاوت روحیه است. همانطور که میدانید نظامیان حرفه‌ای معمولاً آرام و خونسرد و محتاطند، در حالی که یک پیشوای فاشیست ذاتاً روحیه احساساتی و رمانتیک دارد. تومازو کلبی: این مسئله را باید جدی‌تر بررسی کرد. به کسی که می‌خواهد دیکتاتور شود باید مدام هشدار داد که هرگز به توطئه یا شورشی که از حمایت پلیس یا ارتش برخوردار نباشد دست نزند. در فاصله میان دو توطئه کودتای سال 1923 هیتلر یادداشتی از دوستش شوبنر ریشتر دریافت کرد که درباره همین مسئله به او هشدار میداد. او نوشته بود: پیش از کسب قدرت نمیتوان به انقلاب ملی دست زد. برعکس، تصاحب دستگاه پلیسی کشور شرط لازم تحقق انقلاب ملی است. به عبارت دیگر، لازم است دست کم کوشش شود تا نیروی پلیسی کشور از راه‌های ظاهراً قانونی تحت اختیار درآید. هرچند که راه‌های قانونی هم اعمال فشارهای کمابیش غیر قانونی را نافی نمی‌کند. هرچه این عملیات قانونی‌تر جلوه کند و هرچه بیشتر از پشتیبانی روانی مردم برخوردار باشد، به همان اندازه خطر شکست آن کمتر می‌شود. هیتلر آنطور که باید و شاید به این هشدار توجه نکرد و در نتیجه با تجربه‌های تلخی روبرو شد که برای همیشه مورد استفاده او قرار گرفت. 10 سال بعد، در بهار سال 1932، هنگامی که سران جنبش نازی و به ویژه روهن با پافشاری از او خواستند که دست به شورشی مسلحانه بزند، هیتلر در برابر آنها ایستاد و این پیشنهاد را نپذیرفت. جواب او این بود که نیروی پلیس هنوز در دست دشمنان جنبش است. کمی بعد جنبش نازی این امکان را یافت تا هر دو تاکتیک را در اتریش به اجرا بگذارد. تاکتیک اول یعنی شورش مسلحانه و تاکتیک دوم یعنی رخنه در مواضع اساسی دشمن و فتح آن و بعد اعلام التیماتوم سیاسی. نتایج این دو تاکتیک برای همه شناخته شده است و به روشنی نشان می‌دهد که کدام یک بر دیگری برتری دارد. موسولینی از همان اولین روزهای جنبش فاشیسم
این نکته را به وضوح درک کرده بود. هرگز به طور جدی به فکر برپا کردن یک شورش مسلحانه نیفتاد. هرچند که بارها برای سنجش واکنش مخالفانش شایع کرد که فاشیست ها در حال تدارک چنین شورشی هستند. واقعه معروف سارتزانا به همه کسانی که هنوز هم متقاعد نشده بودند ثابت کرد که دسته های فاشیستی اگر از پشتیبانی پلیس و ارتش برخوردار نمی شدند نیروی واقعی چندانی نداشتند. در این واقعه 500 شبه نظامی فاشیست در برخورد با 8 ژاندارم و 3 سرباز پا به فرار گذاشتند و مورد تعقیب اهالی محل قرار گرفتند. در نتیجه 10 نفری از فاشیست ها کشته شدند و چندین 10 نفر دیگر از آنها با سر و دست شکسته وسط کشتزارها افتادند یا در کانال و رودخانه غرق شدند و یا مردم آنها را از درختها آویزان کردند. موسولینی میدانست که دسته های فاشیستی بدون پشتیبانی پلیس و ارتش نیرویی ندارند. به همین دلیل به دانونزیو که او را به شهر فیومه دعوت می‌کرد بی تأمل جواب منفی داد. همو در جواب کسانی که به خاطر نپذیرفتن این دعوت سرزنشش می‌کردند نوشت: من شخصاً در هیچ جا ننوشتم و از هیچ طریقی هم به دانونزیان نگفتم که تحقق انقلاب در ایتالیا به میل و هوس من بستگی داشته است. انقلاب صندوقچه سحرآمیز نیست که انسان هر وقت دلش خواست در آن را باز کند و چیزی از آن بیرون بکشد. تجربه به ما نشان داده که انقلاب با ارتش صورت می‌گیرد و نه علیه ارتش، با اسلحه و نه بدون اسلحه. پروفسور پیکاپ: هجوم به روم را چطور توجیه می‌کنید؟ آقای کلبی: شورش فاشیستی در همه شهرهای ایتالیا و پیشروی ستونهایی با آرایش جنگی به طرف روم که موسولینی از آن به عنوان یک نبرد سریع و خطرناک ستایش می‌کند چطور می‌تواند با آنچه شما از اون نقل کردید سازگار باشد؟ تومازوی کلبی: اگر موافق باشید در این باره بعداً بحث می‌کنیم. فصل 13 درباره عملیات بشقاب عدس و کودتا با همدستی مقامات. پروفسور پیکاپ: با آنکه دشمنان فاشیسم در تبلیغات خود سعی می‌کنند عده قربانیان خشونت‌های فاشیستی را بسیار بیشتر از آنچه هست جلوه دهند، خود شما هم قبول می‌کنید که این تعداد بسیار کمتر از تعداد قربانیان انقلاب بولشویکی است. تومازوی کلبی: اگر می‌خواهیم جدی بحث کنیم باید تفاوت میان کودتا و انقلاب را دقیقاً مشخص کنیم. کودتا عبارت از تحولی سیاسی است که با نظم اجتماعی موجود مخالفتی ندارد، بلکه برعکس کارگزاران کودتا به صدای بلند اعلام می‌کنند که قصدشان مرمت وضع موجود و از یک نقطه نظر بازگرداندن آن به اوضاع پیشین است. همانطور که قبلا گفته شد این امر موجب می شود که دست کم بخشی از دستگاه قدیمی حکومت به کودتا بپیوندند و بقیه آن هوادار کودتا باشد یا در برابر آن موضعی انفعالی در پیش گیرد. اما اگر بعداً در جریان عمل پیامدهای کودتا از محدوده انتظارات عمومی فراتر رود، این امر را نمیتوان همیشه ناشی از نیرنگ و کاردانی دیکتاتور دانست. از طرف دیگر کودتای فاشیستی یا نازیستی از بسیاری جنبه‌ها با کودتای سنتی تفاوت دارد، اما مهمترین تفاوت آن در این است که همزمان با انجام توطئه در رأس دستگاه حکومتی بر توده‌های مردم هم اعمال فشار می‌کند. پروفسور پیکاپ: موضوعی که من مطرح کردم جنبه احساساتی نداشت، بلکه میخواستم به اتهاماتی جواب داده باشم، وگرنه من هم میدانم که هر قدم تاریخ بشریت با موجی از خون همراه است و انتقاد من از شیوه آموزش و پرورش کنونی این است که چرا نمیخواهند این حقیقت اساسی را در ذهن نوجوانان حک کنند.
بدیهی است که انحطاط کلیسای امروزی هم ناشی از متروک شدن آیین‌های خونین قربانی است. دلیل اینکه توده‌های مردم امروزه به ندرت به کلیسا می‌روند و با بی‌تفاوتی در آیین‌های مذهبی شرکت می‌کنند این است که مراسم قربانی در این آیین‌ها فقط به صورت سمبولیک برگزار می‌شود. از پرستشگاه‌های خدایان دیگر دود تن برشته شده قربانیان به هوا نمی‌رود. به جای آن عود و کندر می‌سوزانند که جانشین مسخره‌ای برای آن قربانیان است. از قربانی کردن‌های دوران کهن این احساس گنگ در زمین انسان‌ها مانده که تنها با نثار خون می‌توان خشم نیروهای ماوراءالطبیع را فرو نشاند و از آنها طلب مغفرت کرد. خود شما هم باید از آن داشته باشید که اشتباه سوسیالیسم اروپایی در صلح طلبیش بوده است. کسی که از خود می‌پرسد چرا فاشیسم و بولشویسم علیرغم آن همه خونریزی‌ها میلیون‌ها طرفدار دارند، نیازهای درونی روان توده‌ها را اصلاً درک نکرده است. این خونریزی‌ها نقطه ضعف آن مکتب‌ها نیست، بلکه نمایانگر قدرت آنها، یعنی قدرت معنوی آنهاست. سران این جنبش‌ها این حقیقت را کتمان نمی‌کنند و در هر موقعیت مهمی به ستایش از جانباختگان انقلاب می‌پردازند و همیشه یادآوری می‌کنند که رژیم تازه پیروزی خود را به قیمت خون به دست آورده و در نتیجه حقانیت دارد. تومازو کلبی: تعداد فاشیست‌های ایتالیایی که بین سالهای 1919 و 1926 در برخوردهای سیاسی کشته شدند در حدود 450 نفر است. تعداد نیروهای ضد فاشیستی که در همین مدت کشته شدند به 2000 نفر میرسد. از آنجا که جان انسان‌ها مطرح است میتوان گفت که هر دو رقم بسیار بالاست، اما چرا فاشیست‌ها این نیاز را حس می‌کنند که در تبلیغات خود تعداد کشته شدگان حزب خودشان را بسیار بیشتر از آنچه هست قلمداد کنند و در هر فرصتی به هزاران جان باخته فاشیست اشاره می‌کنند؟ فکر نمی‌کنم با تکرار این دروغ بخواهند خدایان را گول بزنند. آقای دبلیو: دلم می‌خواهد بدانم شما درباره هجوم فاشیست‌ها به روم چه می‌گویید؟ پروفسور پیکاپ: چه لزومی دارد؟ هیچ کدام از ما در مسائل نظامی وارد نیستیم. تومازو کلبی: اما جناب پروفسور، یک شورش پیش از هر چیز عملیاتی سیاسی است و در درجه دوم میتواند عملیاتی نظامی به حساب آید. کودتای فاشیستی هم در درجه اول یک عملیات سیاسی بود که تظاهرات و رژه‌های نظامیان را همراهی می‌کرد. استفاده از خشونت برای فاشیسم لازم بود تا به این وسیله بتواند سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها را مرعوب کند. اما بعد از به پایان رسیدن این عملیات به سهولت توانست بازماندگان هیئت حاکمه قدیمی را که هنوز دو دستی به مسندهای خود چسبیده بودند از پست‌های فرماندهی کشور کنار بزند. این دیگر به قابلیت دیکتاتور آینده بستگی دارد که چطور بتواند تسلیم شدن بدون مقاومت سیاستمداران قدیمی را به عنوان پیروزی عملیات درخشان نظامی قلمداد کند و از خودش یک ژول سزار تازه بسازد. آنچه به این اسطوره سازی کمک می کند این است که شورش تصنعی فاشیسم در جوی از نگرانی و وحشت صورت می گیرد که یادآور جو شورش‌های واقعی است. لنین در نوشته‌ای با عنوان نامه‌ای به رفقا در اکتبر 1917 شرایطی را برمی‌شمارد که شورش را ممکن می‌کنند. به گفته او این شرایط چنین است: باید آشکار باشد که طبقه حاکم توانایی حکومت کردن را ندارد. نظام موجود باید با مخالفت خشمگین همگانی روبرو باشد و برای یک شورش کمونیستی لازم است که قشرهای میانی جامعه به جنبش کارگران انقلابی علاقه نشان بدهند. تروتسکی حرکت تعیین کننده شورش را به مشت محکمی تشبیه کرده که بر سر یک بیمار فلج شده فرود آید.
اما شورش‌های واقعی به اسب در آوردن دولت کهنه ناتوان بسنده نمی‌کنند، بلکه دستگاه‌های حکومتی آن را نیز در هم می‌شکنند و دستگاه‌های تازه‌ای را به جای آنها می‌نشانند و مناسبات اجتماعی و سیاسی شهروندان را زیر و رو می‌کنند. اما فاشیسم کودتای خود را با کمک همان مقاماتی به انجام می‌رساند که قبلاً به او کمک کرده بودند تا ترس و وحشت را بر کشور حاکم کند. در خاتمه این را هم بگویم که پیشروی سرنوشت ساز پیشوای فاشیست به طرف پایتخت می‌تواند در یک قطار درجه یک مجهز به تخت خواب‌های راحت صورت بگیرد. آقای دبلیو، این که شما میگویید به یک داستان کارتون مینامد، توجه داشته باشید که قصد تحقیر ندارم. خودم عاشق داستان‌های کارتونی ام. تومازو کلبی: اما آنچه من میخواستم بگویم این بود که در شرایط عمومی مساعد برای شورش، دیکتاتور آینده باید بیشتر از خدعه و نیرنگ استفاده کند تا از زور. حال میخواهم توجه شما را به 3 نکته مهم جلب کنم. اول اینکه پیش از اقدام به کودتا باید اعتماد نیروهای عمده اقتصادی کشور را جلب کرد. آقای دبلیو، اشارتان به ضرب المثل فرانسوی است که میگوید جنگ کار پول است. تومازو کلبی: بله، این ضرب المثل چکیده بحثی است که میخواهم مطرح کنم. آقای دبلیو: پس نگران نباشید، خودم خوب میدانم چه کار کنم. پروفسور پیکاپ: از تو تعجب میکنم عزیزم. منابع مالی تو منحصراً از کمک‌های تامین می‌شود که شرکت‌های نیمه قانونی یا کاملاً غیر قانونی گرداننده قمارخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها در اختیارت می‌گذارند. روشن است که هیچ نمی‌دانی کودتا چقدر هزینه برمی‌دارد. آقای دبلیو: شرط لازم همان است که آقای کلبی به آن اشاره کردند و در بحث‌های گذشته به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، یعنی به وجود آمدن شرایط عمومی مساعد برای کودتا. اگر چنین شرایطی پیش بیاید، کوچکترین شکی ندارم که صاحبان سرمایه به من کمک خواهند کرد. پروفسور پیکاپ: صاحبان سرمایه های بزرگ را هم که در احتیاط معروفند در نظر داری؟ آقای دبلیو: اتفاقا روی همین روحیه محتاطانه آنها حساب میکنم. یکی از مهمترین شخصیت‌های صنایع شکر آمریکا اخیراً در جریان محاکمه‌ای در واشنگتن گفت که کمپانی او در هر شرایطی از حزب اکثریت پشتیبانی می‌کند، بی‌اعتنا به اینکه کدام یک از 2 حزب آمریکا اکثریت را داشته باشد. به او گفتند که اگر وضع نامشخص باشد، آن وقت کمپانی او چه خواهد کرد؟ جواب او این بود که در این صورت کمپانی او از هر 2 حزب پشتیبانی مالی خواهد کرد. بنابراین باز تکرار می کنم که اگر شرایط مورد نظر من پیش بیاید، چگونگی تأمین پول برایم مسئله‌ای نیست. تومازو کلبی: باز یک بار دیگر دچار این احساس ناخوشایند شدم که دارم به یک استاد کهنه‌کار درس می دهم. آقای دبلیو: می‌خواستید 3 نکته را مطرح کنید. تومازو کلبی: بله. نکته دوم به چیزی مربوط می شود که می توان آن را عملیات بشقاب عدس نامید. توضیح این که اشاره به داستان عیسی برادر بزرگ یعقوب در تورات. روزی عیسی با دست خالی و شکم گرسنه از شکار برمی گردد. برادرش یعقوب عدس خوشمزه‌ای پخته است و عیسی برای آنکه بتواند بشقابی عدس از او بگیرد از حق نخست زادگی خود چشم می پوشد، یعنی حقوق ویژه‌ای را که بنا به سنت کهن یهود از آن فرزند اول بوده عملاً به یعقوب وامی گذارد. معامله بشقاب عدس کنایه است از چیز پرارزشی را به بهای اندک واگذاشتن. و چگونگی رفتار دیکتاتور آینده با سیاستمداران هیئت حاکمه قدیمی را مشخص می کند. این سیاستمداران معمولاً آدم‌هایی مکارند که در کوره انواع توطئه و زد و بند آب دیده شده‌اند و قدرت را ارث پدری می دانند
که پیش از همه به آنان میرسد، چون فرزند اولند. عقل و منطق به آنها حکم می‌کند که دورانشان به سر رسیده است، اما نمیخواهند این را بپذیرند. درست مثل بیمار محتضری که چند ساعت پیش از مرگ ناگهان حالش بهتر به نظر میرسد. اشتهایش باز می شود، خویشان و اطرافیان خود را به جا می آورد و بقیه نشانه های شفای مجازی را که پیرزنان دهاتی بهبود مرگ می نامند از خود نشان می دهد. رژیمی هم که دورانش به سر می رسد و مرگ خود را نزدیک می بیند، آخرین حربه هایی را که برایش مانده به کار می گیرد. دست به مانورها و امتیاز دادنها و بندوبستها و تهدیدهای پی در پی می زند و جنب و جوشی مجازی و گول زننده از خود نشان می دهد. در این هنگام است که روزنامه نگاران مطلع پخش خبرهای امیدبخش را شروع می کنند. با توجه به قاطعیت دولت، خطر کودتا به کلی مرتفع شده است. با تهدید دولت روم به استفاده از نیروهای ارتش در مقابله با فاشیست‌ها، موسولینی از پیشروی به سوی پایتخت منصرف شده. دولت شلایشر با برخورداری از حمایت هیندنبورگ و ارتش رایش و سندیکاهای سوسیالیستی همه راه‌های رسیدن به قدرت را به روی نازیسم می‌بندند. همه پرسی پیشنهادی شوشنینگ استقلال اتریش را برای همیشه تضمین خواهد کرد، اما یک سیاستمدار واقعی که سیاست را همانطور بشناسد که هر پیرزن دهاتی تولد و مرگ را میشناسد، فوراً متوجه می شود که این جنب و جوش همان حالت بهبود مجازی است که چند ساعتی پیش از مرگ به سراغ بیمار می آید. پروفسور پیکاپ: پیشنهاد می کنم در مورد این پدیده از تعبیر شاعرانه آواز قو استفاده کنید. توضیح این که اشاره به این باور عمومی که گویا قو فقط هنگام مرگ آواز می‌خواند. تومازو کلبی: در ایتالیا شاهد چنین چیزی هم بودیم. در آستانه پیشروی فاشیست‌ها به طرف روم، بعضی از سیاست‌بازان قدیمی با این امید که بتوانند جریان رویدادها را متوقف کنند، دست به دامن دانونسیو شدند و همانطور که می‌دانید او شاعری بود که خصلتاً شباهت زیادی به قو داشت. و از آنجا که فرصتی برای یک سخنرانی پرطمطراق پیش آمده بود، دانونسیو طبعاً پیشنهاد آنها را پذیرفت. قرار بر این شد که او رهبری یک جنبش آشتی ملی متشکل از مبارزان جنگ گذشته را به عهده بگیرد و خود او دست به کار سازماندهی این جنبش شد. همزمان با این حرکت در مجلس شورای ایتالیا هم فعالیت‌های پشت پرده‌ای برای ترساندن و رام کردن موسولینی یا دلبری از او شروع شد. حتی فاشیست‌هایی هم بودند که برای قبول سازش اعمال فشار می‌کردند، چون می‌ترسیدند که این فرصت مناسب از دست برود. همین وضع در سال 1932 در آلمان پیش آمد و آن هنگامی بود که جناحی از جنبش نازی به رهبری اوتو اشتراسر مدعی شد که جنبش قوس نزولی خود را شروع کرده و صلاح در این است که هرچه زودتر به عنوان اقلیتی در یک دولت ائتلافی شرکت کند. اما هیتلر عقل به خرج داد و این پیشنهاد را نپذیرفت. همانطور که چند ماه پیشتر از آن هم برای آخرین بار پیشنهاد روهم و بعضی دیگر از سران نازی برای مباردت به یک کودتای فوری را رد کرده بود. آقای دبلیو: الان برای ما گفتن این که کدام یک از آنها حق داشتند کار آسانی است، اما در آن زمان رویدادها ممکن بود به مسیر دیگری بیفتد. تومازو کلبی: اگر چنین شرایطی پیش بیاید، تنها جهل و غفلت شما ممکن است کار را خراب کند. به مهملاتی که سیاستمداران قدیمی میگویند امید نبندید. هر کدام از اینها امیدوارند با فدا کردن بقیه خودشان را نجات بدهند. در رفتار با آنها نه بی‌طاقتی از خودتان نشان بدهید، نه خشونت و نه دلنازکی. وانمود کنید که به گفته‌هایشان گوش می‌دهید و آنها را در حالت بلا تکلیفی نگه دارید. به شما پیشنهاد همکاری خواهند داد. انواع مختلف ائتلاف، طرح‌های متعدد برای بهبود مناسبات سیاسی کشور. طرح‌هایی برای وحدت عمل گروه‌های دارای مواضع نزدیک به هم
و ایجاد کمیته‌های نجات ملی به ریاست شخصیت‌های بی‌طرف را به شما پیشنهاد خواهند کرد. وانمود کنید که تک تک پیشنهادها را مورد توجه قرار می‌دهید، اما از جزئیات همه آنها انتقاد کنید. اگر طرحی را مطابق دلخواه شما تغییر دادند، بهانه بیاورید که شرایط تازه‌ای پیش آمده و طرح‌های دیگری لازم است. در هر کدام از گروه‌ها این توهم را دامن بزنید که تنها گروهی خواهد بود که از کودتای اجتناب ناپذیر آینده جان سالم به در ببرد. آن وقت خواهید دید که رهبران قدیمی و سرشناس پارلمانی علناً هر نوع مخالفت اصولی با فاشیسم را محکوم خواهند کرد و بالندگی و پویایی آن را خواهند ستود. دیگر هیچ کس جرأت نخواهد کرد منکر حق شما برای تشکیل دولت بشود. بحث تنها بر سر تاریخ تشکیل و چگونگی آن خواهد بود و اینکه چه کسانی در آن شرکت خواهند داشت. مخالفت عناصر سرسخت ضد فاشیست از طرف بسیاری کسان به عنوان اقدامی در جهت منافع بیگانگان محکوم خواهد شد. سیاستمداران کهنه‌کار مردم را متقاعد خواهند کرد که شرکت فاشیست ها در دولت به صلاح است. البته شما باید همه این پیشنهادها را پس بزنید بدون آنکه بشقاب عدس دولت ائتلافی را از جلوی چشمان حریص آنها دور کنید. پروفسور پیکاپ: فکر می‌کنید این روباهای مکار به این راحتی به دام بیفتند؟ تومازو کلبی: بله. سیاستبازان کارکشته‌ای هستند. بعضیشان در تقلع و پشت هم اندازی هم معروفند، اما شگردهایی که در آن استاد شده‌اند فقط به درد بازی پارلمانی می‌خورد و از زیر و بم‌های قواعد ظالمانه کودتا اطلاعی ندارند. دیکتاتور آینده باید با این عده مثل گربه با موش بازی کند. نمونه می‌خواهید؟ در نوامبر 1849 لویی بوناپارت اعلام کرد که حاضر است دولتی متشکل از وزیران غیر پارلمانی را بپذیرد. در ژانویه 1851 به قبول دولتی که پارلمان در تشکیل آن دخالتی نداشته باشد رضایت داد. در 11 آوریل همان سال خواستار تشکیل دولتی ضد پارلمانی شد. نمونه تازه‌تری می‌خواهید؟ در اواخر ژانویه 1933 در آستانه انتخابات عمومی آلمان هیتلر قول شرف داد که وزیران حاضر در کابینه را علی‌رغم نتیجه انتخابات در مقام خودشان ابقا کند. بعد از 27 فوریه شرایطی به وجود آمد که این قول او دیگر هیچ ارزشی نداشت. همانطور که گوبلز تعریف کرده، در جلسات کابینه هیتلر هوگنبرگ دیگر بحث و رأیگیری نمی‌شد، چون همه تصمیم‌ها را هیتلر می‌گرفت. در ژوئن همان سال هوگنبرگ از کار برکنار شد. بشقاب عدسش تمام شده بود. در این حال سوسیال دموکراسی به سرنوشتی از این هم بدتر دچار شد. اوتو ولز رهبر این حزب در روز 30 مارس از کمیته اجرایی انترناسیونال سوسیالیست کناره‌گیری کرد به این امید که از انحلال حزبش جلوگیری کند. انترناسیونال سوسیالیست در قطعنامه‌ای رژیم هیتلری را محکوم کرده بود. در روز 27 آوریل در کوشش دیگری برای جلوگیری از انحلال حزب، کادر رهبری تازه‌ای برای آن انتخاب شد و اعضا دستور یافتند که فقط در محدوده امکانات قانونی تازه به فعالیت ادامه دهند. اما این تدبیرها به هیچ دردی نخورد. در روز 10 مه به دستور گورینگ همه دفترهای حزبی و انتشاراتی سوسیال دموکرات‌ها اشغال شد. ظاهراً این هم کافی نبود، چون گروه پارلمانی سوسیال دموکرات تا آن حد سقوط کرد که در روز 17 مه نطق هیتلر در پارلمان درباره سیاست خارجی تازه آلمان را مورد تأیید قرار داد. پیش از این سخنرانی به نمایندگان سوسیال دموکرات هشدار داده شده بود که اگر رأی مخالف بدهند زندگی خود را به خطر انداختند. با آنکه آنها رأی موافق دادند، این خطر همچنان باقی ماند. آقای دبلیو: نکته سومی که می‌خواستید بگویید چه بود؟ تومازو کلبی: باید کمی به عقب برگردم. رسم بر این است که در مرحله ما قبل آخر عملیات کودتا توطئه‌ای کشف می شود و یا سوء قصدی اتفاق می افتد
که خشم و انزجار همگانی را برمی‌انگیزد و راه را برای موفقیت عملیات کودتا هموار می‌کند. پروفسور پیکاپ: یعنی حکم تقدیر همیشه با این دقت به محل اجرا در می‌آید؟ تومازو کلبی: بله. توطئه و سوء قصد هنر نسبتاً ظریفی است و نمی‌شود آن را به دست حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده سپرد. موفقیت آمیزترین توطئه‌ها و سوء قصدها طبعاً آنهایی است که توسط پلیس تدارک دیده می‌شود. همین وقایع برای توجیه ادامه موجودیت چنین نهادی کافی است. اما کسی که می‌خواهد دیکتاتور شود باید بداند چگونه از تأثیرات آنی سوء قصدها و توطئه‌ها بهره برداری کند. به طور کلی بهترین و مؤثرترین توطئه یا سوء قصد آن است که نشان دهنده همدستی نزدیک دشمن داخلی، یعنی مخالفان سرسخت مالکیت و ایمان و اخلاق عمومی و دشمن دیرینه خارجی باشد. پروفسور پیکاپ: باز فراموش کردید که در کشور ما خطر کمونیسم وجود ندارد. تومازو کلبی: چه بهتر. یک توطئه ساختگی که خوب تدارکی یافته باشد همه محسنات یک توطئه واقعی را دارد، بدون آنکه هیچ یک از عیب‌هایش را داشته باشد. وانگهی در اکتبر 1922 در ایتالیا و در مارس 1933 در آلمان هم خطر یک شورش کمونیستی وجود نداشت، اما موسولینی و هیتلر توانستند چنین افسانه‌ای را به وجود بیاورند و از آنها بهره برداری کنند. بعدها هم هر بار که به نفعشان بود به این افسانه دامن زدند و از آن بهره برداری کردند. در هر نوع کودتا عملیات نجات میهن از دست خطر قریب الوقوع اهمیتی اساسی و سرنوشت ساز دارد و من وظیفه خودم میدانم که با تأکید هرچه بیشتر شما را متوجه این مسئله بکنم. نمونه های تاریخی آنقدر زیاد است که آدم نمیداند کدامش را انتخاب کند. این شیوه برای هر نوع کودتایی معتبر است، از کودتای بناپارتی و نظامی و فاشیستی گرفته تا حتی کودتای ضد فاشیستی. ناپلئون بناپارت تالار شورای 500 نفری را توسط سربازانش به اشغال درآورد و عنوان کنسول را به خود داد، با این شرط که می‌خواهد اکثریت شورا را از دست یک مشت خائن دست نشانده انگلیس نجات بدهد. اما برای انتقال شورا از پاریس به سنکلو و تسهیلات کودتا لازم بود که جمهوری در معرض خطر نشان داده شود. این کار به عهده سییس رئیس شورا گذاشته شد. توضیح این که شورای 500 نفری شورایی بود که در سال 1795 در فرانسه به وجود آمد و همراه با شورای قدما قوه مقننه کشور را تشکیل میداد. شورای 500 نفری پس از کودتای 18 برومر ناپلئون منحل شد. امانوئل جوزف سیس عضو مجلس مؤسسان و کنوانسیون و عضو رئیس مجلس 500 نفری فرانسه که در تدارک کودتای 18 برومر با ناپلئون همدست بود. در غروب روز 24 دسامبر 1800 در حالی که ناپلئون کنسول اول به اپرا می رفت، بمبی در نزدیکی کالسکه‌اش منفجر شد. پلیس سوء قصد را به ژاکوبن‌ها نسبت داد. 5 ژاکوبن اعدام و 98 نفر دیگر از آنها به گینه تبعید شدند. در 9 مارس 1804 توطئه سوء قصد دیگری پیش از آن که به اجرا درآید توسط پلیس کشف شد. ناپلئون با بهره برداری از این پیش آمد دوک آنگن و چند نفر دیگر از مخالفان سیاسی خودش را تیرباران کرد. با این واقعه راه برای اعلام رژیم امپراتوری باز شد. برای استقرار دوباره خاندان بوربون هم از همین شیوه استفاده شد که در این زمینه یادآوری توطئه‌های معروف سنجاق سیاه و پاتریست‌های 1816 کافی است. این واقعیت که حیله‌های قدیمی 100 بار بربلا شده باز میتواند به سادگی آرای عمومی را گول بزند، مایه امید کسانی است که میخواهند دیکتاتور بشوند. حقیقت این است که توده حافظه خوبی ندارد.
در ژوئیه سال 1921 در زمانی که جر و بحث موسولینی با عناصر افراطی حزبش جریان داشت، او نوشت: خطر کمونیسم دیگر در ایتالیا وجود ندارد. کسی که ادعا می کند خطر بولشویسم هنوز در کشور ما موجود است، واقعیت را درست نمی شناسد. بولشویسم شکست خورده است، اما در سال بعد همو وجود خطر کمونیسم را بهانه‌ای برای کودتا کرد. اما از حق نباید گذشت که نبوغ آلمانی ها در این است که به هر تدبیری حالت سیستماتیک می دهند و همه جزئیات آن را پیش بینی می کنند. کودتای هیتلر با دقت و حسابگری خاصی که از مشخصات هنر نظامی پروسی است طرح‌ریزی و اجرا شد. محور اساسی این طرح استراتژیکی همان مقاله خاطر کمونیسم بود. روهن در خاطرات خود از مدت‌ها پیش به این مسئله اعتراف می‌کند. او در بحث درباره اقدامات نظامی نازی‌ها در جهت کسب قدرت چنین هشدار می‌دهد که تبلیغات حزب ما باید این اقدامات را مقابله با شورش خشونتبار کمونیست‌ها وانمود کند. این هشدار مورد توجه قرار گرفت و در اولین شرایط مناسب به کار بسته شد. پروفسور پیکاپ: در برلین به ما گفتند که مأموران پلیس در فوریه 1933 از زیرزمین خانه کارل لیکنشت خروارها سند و مدرک پیدا کردند که نشان میداد کمونیست‌ها خود را برای شورشی در چند روز آینده آماده می کنند. تومازو کلبی: چند سال از آن تاریخ گذشته، اما هنوز این اسناد و مدارک منتشر نشده و هیچ دادگاهی در آلمان آنها را بررسی نکرده است. واقعیت این است که نیازی به چنین بررسی نیست، چرا که آن همه مدرک کشف نشده چیزی جز مجموعی از کتاب و مجله و روزنامه شناخته شده نبود. حدس میزنم که پلیس کشور شما هم در مواقع لازم به راحتی میتواند مقادیر عظیمی از کتاب‌های مشکوک کشف کند.